ای برادر و خواهر گرامی، بدون که سوره فاتحه در حیات روزمره انسان یک اهمیتی بزرگ و ویژه‌ای دارد و اینکه سوره فاتحه فضیلت‌های عظیم هم را در بر می‌گیرد و نادیده نگیریم این سوره فاتحه را، چون سوره فاتحه رکنی از ارکان نماز است و نماز هیچ یکی از بندگان درست و صحیح نمی‌گردد مگر با سوره فاتحه. چگونه که حدیثی که روایت بخاری و مسلم است از عباده ابن صامت رضی الله عنه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می‌نماید که فرمودند لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب، نماز هیچ کس درست نمی‌گردد اگر سوره فاتحه در آن تلاوت کرده نشود. در شرح این حدیثی که با سمع شما رساندیم برادران و خواهران گرامی که بخاری و مسلم این حدیث رو روایت کردن، می‌فرمایند که این قول رسول صلی الله علیه و سلم که نماز هیچ کس درست و صحیح نیست مگر با خواندن سوره فاتحه، گفتند که این بیان واجب بودن قرائت و تلاوت سوره فاتحه می باشد و این رکن از ارکان نماز است و نماز انسان صحیح نمی گردد مگر با تلاوت سوره فاتحه و نماز انسان صحیح نمی گردد مگر با تلاوت سوره فاتحه بجز از شخص عاجز که توانی تلاوت آن را ندارد و فرمودند که این مذهب مالکی ها و شافعیان و جمهور علما از صحابگان و تابعین و کسانی که بعدی از آنها آمدن است. این را نووی در شرح این حدیث لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب بیان کردند و مقصد اساسی سوره فاتحه اینکه بیان سوره فاتحه از بزرگترین سوره های قرآن کریم است. علاوه بر این که آیه های کوتاه دارد، حجم کمی هست، آیه هاش کم هستند، الا مگر اینکه این سوره فاتحه در برگیرنده مقصدهای قرآن را اجمالا گرفته است. مقصدهای اساسی قرآن را اجمالا در خود دارد این سوره فاتحه. اینکه این سوره فاتحه در برگیرنده اصول دین است و فروع آن نیز است و اساس شریعت الهی است و همچنین در برگیرنده ایمان آوردن بر روز آخرت و یگانه شمردن الله سبحانه و تعالی بر عبادت با کمک یاری از او و دعا و روی تافتن به سوی او و همچنین طلب هدایت بر سوی این دین حق و این راه صراط مستقیم است. و سوره فاتحه همچنین در برگیرنده فروتنی به سوی او سبحانه و تعالی و ثابت ماندن بر ایمان و نهج و منهج و راه صالحان است. و سوره فاتحه بیان روی گردانیدن از راه آن کسانی که الله بر آن غضب کرده است و همچنین بیان مردمی که گمراه شده اند. و سوره فاتحه بیان خبرهای قصه های امتان سابقه است و همچنین بیان جایگاه و منزلت مقام اهل سعادتمندان است و همچنین پایان بودن منزلت اهل شقاوتمندان. به درستی که سوره فاتحه شفا برای قلبها و بدن هاست و این سوره مبارکه در برگیرنده قسمهای توحید سگانه را در خود دارد: توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسما و صفات و بیان اثبات نبوت و اثبات جزا بر آن اعمالی که بنده کسب می نماید است و همچنین اثبات قدر و همچنین این سوره بیانگر رد بر تمامی طائفه ها و گروه های اهل بدعت است و اهل ضلالت. این سوره بیانگر عبادت الله سبحانه و تعالی است، بیان اتباع و پیروی از امر او و دوری از نهی او سبحانه و تعالی است. به درستی که این سوره بیان راه عبودیت به سوی الله سبحانه و تعالی که اول آن رحمت است، ما بین آن هدایت است و آخر این سوره نعمت است. به درستی که این سوره فاتحه مادر است نسبت بقیه سوره ها، برای همین الکتاب نامگذاری شد، مادر کتاب، چون که در این سوره فاتحه مقصدهای قرآن ذکر یادآوری شده است و هیچ سوره مقام این سوره فاتحه رو نمیگیرد. برای همین نه در تورات نازل شد نه در انجیل نازل شد مثل این سوره. و بعضی از اهل علم فرمودند که انزل الله تعالی کتبا، الله سبحانه و تعالی کتاب‌های را نازل کرد برای پیامبران پیشین و این کتاب‌های پیشین را جمع آوری کرد در 3 کتاب، در تورات و در انجیل و در زبور. سپس این 3 کتاب را جمع آوری کرد در قرآن و سپس قرآن را جمع آوری کرد در سوره فاتحه و سوره فاتحه جمع آوری شد در ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را عبادت میکنیم و تنها از تو کمک یاری مدد میطلبیم. به درستی که موضوعات این سوره فاتحه از آیه اول تا آیه 4
بیان تعریف العبودیت الله سبحانه و تعالی و آیه 5-6 آن بیان راه عبودیت و آیه 7 بیان صفات مردم در این راه می باشد. و درسته که این سوره از بزرگترین سوره های قرآن است، رکن از ارکان نماز است و این سوره رقیه است. رقیه است از بیماری های بدن و قلب، از بیماری های بدن و قلب. و درسته که این سوره فاتحه نامهای گوناگون هم دارد. اولین از نام آن سوره فاتحه، فاتحه الکتاب میگویند. به خاطر آن این سوره را فاتحه نام نهادند که این توقیفی است. کتاب و سنت بر این ثابت است، چون کتاب الله بر این سوره شروع می شود. کشایش، افتتاح، الکتاب هم نام دارد، به خاطر آنه که تمام مقاصد قرآن را در خود جمع آوری کرده است. سبع مثانی هم میگویند، چون دارای 7 آیت است که در هر نماز تلاوت کرده می شود. قرآن عظیم هم میگویند این را سور قرآن عظیم، چون در برگیرنده معناهای قرآن کریم را در خود دارد. سوره حمد هم او را میگویند به خاطر وارد شدن حمد در اول این سوره الحمدلله رب العالمین. و صلات هم او را میگویند به خاطر واجب بودن تلاوت این در هر رکعت در هر نماز. و عدد آیات های این سوره مبارکه 7 است و ترتیب نازل شدن سوره مبارکه سوره فاتحه 5 است و در قرآن در اول جایگیر شده است، در مقام اول جایگیر شده است. مناسبت اول این سوره که الحمدلله رب العالمین شروع می شود با سپاس و ستایش حمد پروردگار جهانیان شروع می شود و با صراط الذین انعمت علیهم، صراط راهی کسانی که بر آن نعمت داده‌ای، نه راهی کسانی که بر آن غضب کرده‌ای، نه گمراهان، به اتمام می‌یابد. چون این عالمیان تمام عالم هستی اما بر آنها نعمت داده می‌شود یا بر آنها غضب کرده می‌شود که حق را دانستند ولیکن از راه حق بیرون شدند، یا اینکه گمراهان که با حق عمل نکردند به سوی حق روی نآوردند. پس این عالم بر این 3 گروه تقسیم می‌شود که ما امروز بیان می‌کنیم. سوره فاتحه